اما خدا هنوز او را دوست می داشت و می خواست به توبه وادار کند. توبه کردن چیست؟ مثلا شما به شهر سفر دارید، بعدی که به قطار میشینید میفهمید که نادرست نشسته اید. شما چی میکنید؟ خطایتون را اعتراف کرده میفروید و به قطاره در کاری میشینید. توبه کردن محض همین است. توبه از فکر خود گشتن، از چیز نادرست رو گرداندن و به چیز درست اطاعت کردن است. نزد خدا توبه کردن آن نیست که خود را برای گناههایم جزا دهم، بلکه گناهم را همان طوری بینم که خدا آن را میبیند. خدا میخواست که قاین توبه کند، از باوری برای خود دست کشیده برای خدا رود. و قابیل خیلی به خشم آمد و رویش ترش شد. و پروردگار به قابیل گفت چرا به خشم آمدی و چرا رویت ترش شد؟ اگر نیکی میکردی آیا پسندیده نمیشدی؟ و چون نیکی نکردی گناه نزد در است و شوقمند توست، ولی تو بر وی حکم فرما شو. قاین برای توبه کردن بیحد مغرور بود. او را برادرش شرمسار کرد. او خواست از این شرمساری رها شود و با راه خود شرفش را برقرار کند. و قابیل با برادرش حابیل گفت به صحرا می رویم. و هنگامی که آنها در صحرا بودند، قابیل به حابیل هجوم کرده او را کشت. و پروردگار به قابیل گفت برادرت حابیل کجاست؟ او گفت نمیدانم، مگر من پاسبان برادرم هستم؟ خدا گفت چی کار کردی؟ گوش کن، خونی برادرت از زمین سوی من فریاد میزند. جان و روح حابیل رفتند تا با خدا باشند، اما بدن او باید به خاک بر میگشت تا آن روزی که خدا آن را به بدن پرجلال قابل ابدیت تبدیل دهد. به قاین باشد خدا باز یک امکانیت داد تا توبه کند، اما او رد کرد و قابیل از پیش خدا برآمده رفت.